اگر با پیش ما است، باز اگر ضرورت شد من استفاده میکنم. و این بس بسیار به نظر ما با کمال احترام بسیار منطقی به خاطر از این است که واقعی نیست. یعنی شما فکر میکنین همین دوستایی که میخواین تجزیه‌گرا باشن اینا منتظر بحث اخلاقی هستن که باش از ما اجازه بگیرن که برادر مملکت تجزیه میکنیم، باز اگر زور ما کسید باز نخیر، اگر میتونستن خب میکردن. یعنی بحث اف نیست، این بحث کن است، بحث آیا نیست، بحث شدن است. یعنی نتونستن، چون اینمی دوستای ما که بحث تجزیه‌گرایی را میتونن با خود تا بالا نمیره، اینمی زمینی از این بحث مطرح نساختن. همین دوستای ما که ادعا دارن که ما به نمایندگی از فلانی قومی گپ میزنم، خب بیاین برادر می الیت سیاسی تونه بگوین که یک کس همی گپ زده باشه. مهربانی این خو بحث فرد است، نه که برادر ما میخوایم افغانستان رو باز تجزیه بکنیم. اگر بحث تجزیه افغانستان مطرح شوه، باز اینمی فرمول منافع و فرمول تعامل ما شما باز فرق میکنه. ما برادر چرا با ایرانی نمیشینم بحث نمیکنم؟ چرا با امریکایی مثلا امریکایی برای من میگه برادر کشورت زورم رسید میزن، ما با او چرا بحث نمیکنم؟ خب بحث خو اینجا می ضریب مشترک افغانستان است. وقتی که باز بحث تجزیه و تجزیه‌گرایی سر میز باشه، باز من دیگه ضرورت ندارم با یک کس صحبت بکنم که کشورم میخواد تجزیه کنه. و این اگر به خوب هم نیست، چون کسی که ادعای مالکیت میکنه و برای رفع مشکلات کار میکنه، اونمو بحث نیوکلر یا هسته‌ای را مطرح نمیکنه، بازی بحث باخته. سیاستمدار معقول که میخواد در افغانستان سیاستمدار باشه و در چارچوب زمین جغرافیا، این که باز افغانستان تجزیه میشه یا نمیشه او بحث بعدی است. ولی اگه خودت میای با ما به عنوان یک نخبه، به عنوان یک سیاستمدار افغانستان بحث میکنی و اربیت روی میزی است که باز اینمی دوست ما پای در پای صحبت کردن، اینمی دوست آخرم هم که صحبت کرد پیش از خانم، یک دوست ما فکر میکنم کی بود نبی زاده گرفت بخی نه می بوس ما ترکوغلو صاحب بود یا چطور بود صحبت کرد؟ محیطین اوغلو صاحب، بله محیطین اوغلو صاحب. ببینین این بحث یک گپ دیگه حالا اینجا آمد میگه تجزیه است، رفته در اسپیس دیگه به خاطر زلزله را برای تو کی گرفته نمیاله؟ یک پشتون برام عبدالله نه او نوری بس اترا سوالی صاحب ما چی میگم و تو میای اینجا برای ما خط کشی او کشی میکنی. کلان آدم والا بیرق فلانی و شمال افغانستان به تو نمونده که بیرق پاکستان تا برای ما بالا میکنی. سوالی صاحب محترم، بحث ما چی است؟ این دوستا حق دارن این گپا بزنن، مشکل نیست این بحث. مثلا بسیار دوستای ما که میخوان تجزیه بکنن حق، ولی بازی نمی روایت‌های ضد نقیض مطرح نسازن که ظاهرا تو میگن برادر میریم طرف وحدت، اگر نه باز مملکت تجزیه میشه. نه، میریم طرف وحدت، میریم طرف وحدت تا با آخر میریم طرف وحدت. اگر بحثت وحدت است، اگر بحثت گزینه تجزیه است، باز برادر توی نمی گزینه تجزیه را داری، این بحث وحدت تقلبی است. چون تو خود مالک افغانستان نمیدونی دیگه. مثلا یک آدم بلند شده، نمیال طالب بلند شده، ظالم است، در افغانستان ظلم میکنه. مثال ما بگیم برادر به خاطر که طالب ظلم میکنه ما از افغانستان میگذرم، باز اگه طالب ظلم میخواد استاد نکرد، باز ما دیگه باز این افغانستان باز دیگه نیست. مثل زمانی صاحب که گفت که دیگه در افغانستان برای ما چیزی نمانده. اوکی صحیح است. برای من خب برادر طالب بیا، چنگیز بیا، یهود بیا، نصارا بیا، ظالم باشه، بحث افغانستان و ما بحث ما همین دال بحث ما ای است که ما برای یک افغانستان آرمان شهری که ما دارم برای ازو کار میکنم. وقتی که ما از اساس میگذرم، میگم برادر نمی مثلا ما اینجا نمی ضریب مشترک از بین میبریم. ما خو اینمی متغایرات و مسائل ثابت روی از اینمی ضریب مشترک میچرخه. این معنای از این داره که ما درباره نظام شمسی صحبت میکنیم آفتاب نباشه. وقتی که آفتاب نبود نظام شمسی نیست. باز که ما بگیم برادر مریخ چطور میشه و مشتری چطور میشه و اورانوس چطور میشه و زمین چطور میشه. افغانستان اینمی مغناطیس از این نظام شمسی که ما دور از اون میچرخیم و از هر دیدگاهی که گپ مطرح میکنیم افغانستان است. وقتی که افغانستان نبود باز اینمی تعامل ما بدل میشه دیگه. بیشتر مثلا یک خانم محترم آمده بحث میکرد، صحبتشی بود که ما ادبیات قومی و برتری جوری ولی در تمام صحبتایش تبار پشتون با اساس فلسفه ابطال پذیری، با اساس تیوری ابطال، اگر یک پشتون
در میان پشتونا باشه و بگه که برادر ما با این نظر موافق نیستم، بحث تو منتفی است، خلاص دیگه باز پشتون گفتن نمیتونی. اگر تو میگی تبار پشتون، اونمو اشتباهی را که تو برش نقد میکنی اونمو را تایید میکنی خودت در می سپیس. و بحث مالکیت کسی می داشته باشه از مالکیت نمیگذره. بگه برادر من بحث مالکیت دارم، من شهروند مساویستم، شما لطف بکنین امی دوستایی که این بحث مالکیت دارن، حالا شاید ادبیات متفاوت ترم بشنوین بعد از من، البته بعد از صحبت های من. اگر شما بحث مالکیت مطرح میکنین باز احساس مالکیت داشته باشین دیگه. باز اگر یک کس برای تو میگه که تو مالک نیستی، تو نیست که تو بگی خو تو مرا گفتی من مالک نیستم، اینال خیمه برادر میرم بخیر، باز من افغانستان رو تجزیه کرد خود میبرم یک جای دیگه. خود تو خود ادعایت مالکیت است. بحث آخری سالسه و می دوستای دیگه منتظر هستن. این دوستای ما همیشه روی پروسه و استیتمنت آف پرابلم صحبت میکنن، شرع مشکل. روی راه حل هیچ کسی صحبت نمیکنه. و راه حل از اینا گزینه برادر اتمی از اینایی است که تجزیه میشه افغانستان. و این ادبیات در اینمی گفتمانهای افغان‌ها هیچ مفاد نداره. اگر برادر تجزیه میتونی و میکنی، مهربانی برو تجزیه کن. و من میگم که برادر اگر تو فکر میکنی که برادر طرف مقابل به خاطر از اینمی بحث تو باید اصلاح شوه، این نیست. برای اصلاح از این بحث باید کار بکنیم، تلاش بکنیم و اونمو اس مالکیت و اس بودن در کشور باید تقویت ببخشیم، نه که تنزیل ببخشیم. درست؟ شما بیاین برادر روی مکانیزم صحبت بکنیم. مکانیزم چی است؟ ما همی دوستایی که در افغانستان سیاست میکنن، دوستای سیاست مدار، اینا میگن انتقادشون، ما بسیار سریع روشن صحبت میکنم. اینا صحبتشون است که پشتونها سیاست قومی میکنن. اوکی، اینا میره به عنوان فرضیه میپذیرم. من پشتونها به خاطر مفادشون در سیاست قومی است. با گفته از این دوستا شما چی میکنین؟ در کجا شما تاکید کردین روی سیاست ملی یا سیاست مردمی یا سیاست شهروندی؟ خب شما تقلید میکنین از پشتون. این هم دایه شما این نیست که سیاست قومی باید کنار گذاشته شود، بریم روی سیاست مدنی صحبت بکنیم. شما میگین امتیاز قومی ما کجاست؟ ما خود میدمی 50 سال امی بحث سیاسیون افغانستان ما خود نشدیم که آمده بود. مثلا شما برای من نشان بتین یک حزب غیر پشتونی سیاسی را که دایه از او دایه حق شهروندی و مدنیت و حقوق مساوی و جمهوریت و دموکراسی و اینا باشه. این دایه را خود ندارن. دایه از اینایی است که خب پشتون خو اول است، دوم باید ما باشم، چون بازو نفر سیوم حق دوم مرا نگیره. بازو نفر سیوم میگه برادر شما خو اول و دوم هستین، برای ما حق سیومی را بتین. و این دایه را اینمی بحث اینمی عنوان مردم در مقابل مردم نیست در افغانستان. سیاسیون و نخبه ها در مقابل سیاسیون و نخبه ها هستند. بحث افغانستان بسیار. ما در ولایت خود 3-4 ولسوالی هزاره تبار دارم. در ولایت ما در تمام کشور افغانستان شما بگردید در شمال افغانستان بزرگترین نفوس پشتونا وجود داره. در ولایت‌های مثل مشرقی یک بزرگترین قشرش و غیره و غیره. ایناله اگر ما روی از این معضل صحبت میکنیم که بله سیاست افغانستان بود قومی و بوی و چیز قومی داره، بسیار واضح هم داره. اگر اینال ما میخوایم که اینمی سیاست را نقد بکنیم، شما بیاین راه حل این نیست که ما دست پیش بشینیم بگیم پشتونها این کار کرده و پشتونها بدر استبداد کردن و پشتونها این کردن. اوکی، اینا راه حل تویی است که برای ازی بدیل بتراشی و بگی که خب یا راه حل تویی است که اما بهترین گزینه به نظر من اول خب میان از این دوستای غیر پشتون که گلایه را دارن، اول اینا در اینا همی کتله را همه تو تعریف میکنن، پشتون و غیر پشتون. اینا برن همی تنوع و اینمی تناقض جامعه غیر پشتون اول اصلاح بکنن. اینا میره اگر اینا به این موفق شدن اما چیز تغییر داده میتونن اینا در افغانستان. چون در بحث حداقل در بحث مردم سالاری و دموکراسی بحث اکثریت مطرح است. اگر همی دوستا تانستن اینمی فرمول را تغییر بدن،
بحث پشتون و غیر پشتون هم موازی بسازن که اینا ادعا دارن. خب بحث سلطه‌گرایی و برتری جویی پشتون خودش خاتمه پیدا میکنه. مشکلی است که این دوستا در داخل بازی مشکلات بسیار زیاد دارن و اینمی مشکل اینمی تنازع قابل حل نیست. و این بحث مطرح کردن که برادر فقط به خاطر ازی که ما در قدرت مثلا اون منافع یا نفع که میخوایم به دست ناوردیم، بحث ما بحث مدنی است. این نیست. در تمام کشورهای جهان شما برین اینمی بحث سبجکتیو است، بحث ابجکتیو نیست. برین برای من آقای زمانی برای من یک مثال بزن. در امریکا بحث سیاست، اقتدار سیاست، حاکمیت سیاست بحث ابجکتیو است یا بحث سبجکتیو؟ این امیال ما آقای زمانی در امریکا، این امیال شهروند امریکا هستیم. در امریکا مظاهره هاست به نام نو کینگز رالیز. ما پادشاهان و شاهان مطلق‌گرا را نمیخواهیم. این به دلیل یک اعتراض سیاسی است، چون در امریکا بس سیاست بس سبجکتیو است. این امیال برادر کارمندان آیس ابجکتیو جناب آقای همدرد، اونا نشانه های در بیرون میبینن که طرف داره به سمت ما بس خود خلاص شاهی کنم آقای میره، زمانی با یعنی اجازهتون. اونجا ابجکتیو بس با اینا در اجازهتون برابر با بودن این اجازهتون بحث سبجکتیو. با بس اجازهتون خدا ما بس خلاص خلاص بکنیم. کنم جناب زمانی. من میفهم حوصله‌تون تنگ شد، چون با بسیار یک ایده بسیار جالب شما وارد بحث شدین. ما به خاطر که در امریکا هستم و دیگه در افغانستان خویش قوم ندارم، بحث ما ابجکتیو است. اتو نیست زمانی صاحب. ما بحث‌های شما رو شنیدیم و در 4 سالم شنیدیم. ما کل ما یک گرایش به طور طبیعی و این گرایش ضرور نیست که بحث خراب باشه یا خدا نخواسته بحث منتفی باشه. من میگم که این گرایشات خود را باید بپذیریم و از همون گرایش هایی که داریم کوشش بکنیم که طرف یک نقطه وصل، یک نقطه مثلا چی میگن برشان تعادل برسیم. ما صبح تا حال پنج سخنران صحبت کرد، تمام صحبتش بالای ازی بود که قوم پشتون تکده، تبار پشتون تکده. ما در پایان که نشستیم و هدیه‌های از این دوستان و اینمی است که ما بحث برادر عدالت خواهی و بحث حقوق شهروندی داریم. ما مثلا برداشت ما چی باشه از صحبت های از این دوستان و اینمی اربع مثلا بسیار جالب است. ولی باز نه، بس اگر تو کشور به نام افغانستان را میشناسی و او کشور برات عزیز است که ادعا میکنی و ادعای مالکیت هم داری، ادعای شهروندی هم داری، در هر جایی که بحث تجزیه مطرح میشه تو باید فقط به خاطر که در افغانستان مثلا سیاست قومی است و ما بیایم بس تجزیه را توجیه بکنیم یا این را به عنوان یک چی میگن، به عنوان آخرین کلام سالیسه، به عنوان یک بحث ذهنی مطرح بکنیم، یک اونم سیاست فیر پالیتیکس یا سیاست ترس و وحشت. و این دوستان تو فکر میکنن که به اینمی ادبیات اینا برعکس. ما براتون یک گپ بسیار جالب بزنم. ادبیات شما تاثیرش برعکس است. شما میفهمین؟ اگر شما میخواین پیش مثلا حداقل مخاطب شما که پشتون بود و بسیار با جرأت و میگپ میزنین، اگر مخاطب شما پشتونا است، ادبیات را که شما ترشح میکنین تاثیر از این برعکس است. شما میفهمین کسایی که در اون طرف خط یا در اون طرف به اصطلاح مرز فکری قرار دارن، اونا دقیقاً ادبیات شما را استفاده میکنن برای توجیه ادبیات خشن و ادبیات تعصب گرایانه خود. اونا برای من مثال ایره نمیتن که برادر یک دوست غیر پشتون ما اینقدر برادر میهن پرست است و صداقت و بدر اونم تعهد به این کشور داره. اونا میفهمن چی میگن؟ میگن نخبترین از این مردم بحث نهاییشون بحث تجزیه است. پس برای ما اینمی تعصب ما قابل توجیه است، چون ما حداقل برادر از این موجودیت افغانستان که به عنوان مهمترین بحث منافع ملی، همین دوستا حتما میفهمن این گپ دیگه. ما خو اینمی چی را میکنم، فرضیه را مطرح میسازم که اینا میفهمن این گپ، ولی اگر نمیفهمن باید بفهمن. اولین بحث، اولین مؤلفه در چارچوب منافع ملی بقای یک کشور است. وقتی که یک آدم بیاید بگه برادر من روی از این گونه از گزینه صحبت میکنم که بقای از کشور نباشه، باز بعد از روی منافع ملی صحبت میکنیم، این بحث برادر بحث منطقی نیست. تشکر سالس. من یک چند نکته میجا عرض بکنم جناب آقای صالح. ما براتان فرصت میتم زمانی صاحب می گپم دمی گلونم میمونه که نگویم نه میاینه اینجا به شعور مردم میخندن، همیال خودشان میرن در اسپیس یک پشتون میشینن، در پولی یک تاجک میشینن، سپورتشان میگیرن به خاطر زلزله. آل خونه وطنم از جگر ما هم خونه است. باز تو در این جمعه ما بیرقم بالا میکنم.